تا اکنون از خود پرسیده اید که آسمان ها چگونه خلق شدند؟ منظور قرآن از 7 آسمان چیست؟ آیا علم امروز توانسته به این حقیقت نزدیک شود؟ و ما انسان ها در کجای این آفرینش بی‌نظیر استاده ایم؟ پاسخ این پرسش ها ما را به سفر شگفت انگیز از دل قرآن تا یافته های نجوم مدرن میبرد. قرآن پاک آفرینش را نه یک حادثه تصادفی بلکه نامه‌ای با نظم الهی توصیف می کند. خداوند متعال در سوره اعراف آیه 54 می فرماید: خداوند همان کسی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 مرحله آفرید. این 6 روز اشاره به مراحل آفرینش است، نه روزهای زمینی. سپس به آسمان پرداخت در حالی که آن دود یا گاز بود. سوره فضیلت آیه 11. این دود یعنی دخان اشاره شگفت به گازهای اولیه کیهان است. حالتی که دانشمندان آن را پلاسما یا مه کهکشانی می نامند. بر پایه نظریه بیگ بنگ حدود 3.8 میلیارد سال پیش کل هستی در نقطه کوچک و داغ فشرده بود. ناگهان این نقطه منفجر شد و جهان گسترش یافت. در مرحله اول جهان از گاز بسیار داغ یعنی همان پلاسما تشکیل شده بود. سپس با سرد شدن تدریجی اتم‌ها، ستارگان، کهکشان‌ها و سیارات شکل گرفتند. این دقیقاً همان حالت است که قرآن به طور غیر مستقیم 14 قرن پیش از آن با واژه دخان یاد می کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید: خداوند کسی است که 7 آسمان آفرید. سوره طلاق آیه 12. ولی این 7 آسمان چیستند؟ تفسیرهای اسلامی این آسمان ها را لایه های مختلف خلقت می دانند که فقط یکی از آنها آسمان دنیا برای انسان قابل رؤیت است. همچنان علم نیز به ساختارهای پنهانی اشاره می کند. لایه های جو زمین. نظریه ابعاد پنهان در نظریه ریسمان تئوری استرنگ یا جهانهای موازی و فرضیه 11 بعد فیزیکی. این هم راستایی شاید نشان دهد که 7 آسمان اشاره به واقعیت‌هایی است که امروز تازه به فهم آنها نزدیک شده ایم. ستارگان یا چراغ‌های هوشمند. سوره ملک آیه 5. خداوند در قرآن کریم می فرماید: ما آسمان نزدیک را با چراغ‌های یعنی ستارگان زینت داده ایم. در قرآن کریم ستارگان فقط تزیین نیستند، آنها چراغ و نشانه ها اند. ستارگان انرژی نور و گرما تولید می کند. عناصر مثل آهن و اکسیژن بدن انسان در ستارگان ساخته می شود. یعنی ما از غبار ستاره ها پدید آمده ایم. چقدر زیباست که قرآن قرنها پیش ستارگان را مصابیح نامید، چراغ‌هایی که نه فقط زیبایی دارند بلکه زندگی می‌بخشند. سوال اینجاست: آیا انسان بیننده هست یا بازیگر اصلی؟ قسمی که خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 190 می‌فرماید: در خلقت آسمان‌ها و زمین نشانه‌هایی است برای خردمندان. قرآن کریم ما را به اندیشه دعوت می‌کند، به تفکر در نظم آسمان، نه صرفاً به تماشا. و علم نیز اشاره می‌کند
انسان تنها موجود شناخته شده ای است که قادر است درباره خلقت بیاندیشد، جهان را مدل سازی کند و به دنبال معنا بگردد. حالا از شما دعوت می کنم امشب به آسمان نگاه کن. در دل هر ستاره پیام است و در هر کهکشان رازه. قرآن کریم و علم در دو مسیر جدا اما همسو به یک حقیقت اشاره می کند. این جهان آفرینش هدفمند است. آیا این نظم به نهایت می تواند بدون طراح باشد؟ یا شاید ما دعوت شدگان این کتاب نور هستیم؟ نظرت را در کامنت بنویس و این ویدیو را با کسانی که به خلقت و معنا علاقه‌مندند به اشتراک بگذار. ممنون میشم ویدیو را لایک و چینل من را سابسکرایب کنید.